سلام، من اومدم با یه صبحونه خیلی سریع و خوشمزه. پنیر سیاه مزگیمون رو میاریم که یه پنیر گیلانیه، بافت سفتی داره، از شیر بز یا گوسفند درست میشه. پنیرمون رو ریز خورد میکنیم. البته اگه به این پنیر دسترسی ندارین میشه از پنیر لیوان یا پنیرهای دیگه هم استفاده کرد. حالا به سیر احتیاج داریم. من چون این غذا رو برای صبحونه میخوام بخورم و یه نفرم، فقط یه حبه میارم، پوست میکنم و خوردش میکنم. مقدار روغن زیتونی یا کره رو میریزیم تو ماهیتابه که لطفا شما کمتر از من بریزید. پنیر رو اضافه میکنیم. هم میزنیم تا یه ذره که آب شد. زیرا بهش اضافه میکنیم. ولی حواسمون باشه که نچسبه. تخم مرغ رو میشکنیم. فلفل سیاه و شیبید رو بهش اضافه میکنیم. نکته مهم اینه که این غذا نیاز به نمک نداره و پنیر خودش شوره. ولی شما فقط صدا رو ببین. هم میزنیم تا سفیده ها قشنگ سفت شه. امیدوارم که درست کنی و لذتشو ببری.